مولو محمد یعقوب مجاهد، سرپرست وزارت دفاع و رژیم نو طالبان و پسر کلانی اساسگزار این گروه تندرو مولو عمر روز 31 دکامبر سال 2023 در یک نشست در کابل درباره کشته شدن دهها زاده تاجیکستان و پاکستان و بازداشت دهها خارجی در حمله‌های آخر به مسجد و خانقاه‌ها و مدرسه‌ها در افغانستان خبر داد و از مقامات تاجیکستان و پاکستان خواست تا مانع به افغانستان سرازیر شدن شهروندان تفنگدارشان شوند. بنا به گزارش روزنامه اشت صبح، مولو یعقوب گفته است در 12 ماه گذشته دهها شهروند تاجیکستان از سوی طالبان کشته و صدها تن دیگر بازداشت شدند. او رقم‌های دقیق‌تر درباره تاجیکستانی‌های در افغانستان کشته شده یا بازداشت شده و یا جزئیات درباره شخصیت آنها نآورد، ولی افزود که بعضی تاجیکستانی‌ها در جای دوم در میان جنگیان خارجی زادگان پاکستان می‌آیند. بیشتر از 20 پاکستانی در عملیات نیروهای ما کشته شدند و صدها تن دیگر بازداشت گردیدند. گفته است مولو یعقوب او از تاجیکستان و پاکستان خواست مرزهای زمینی و هوایی خود را به طور جدی نظارت کنند و مانع به افغانستان رفتن تفنگداران شوند. مقامات تاجیکستان به این بیانیه مولو یعقوب رسما تا حال واکنش نکردند، ولی قبلا خبرهای درباره اشتراک فعالانه جنگیان تاجیکستانی در حمله های داعش خراسان، یک گروه نیست تندرو ولی رقیب طالبان، بالای مکتب ها و مسجد ها و علیه شخصیت های علایده در افغانستان خبرها به دست رسیده بودند. از جمله گفته می شد که عاملان اساسی سوءقصد به والی از سوی طالبان تعیین شده ولایت بلخ نیز زادگان تاجیکستان بودند. محمد داوود مزمل صبح 9 مارس سال 2023 بر اثر ترکش مرگ طلبانه در جای کارش کشته شد. مقامات تاجیکستان از حضور زادگان این کشور در حیات گروه تندرو در افغانستان اظهار نگرانی میکنند، ولی بیشتر در مورد گروه جماعت انصارالله که در افغانستان عمل میکند و از پیمانهای طالبان به شمار میروند. در دوام سال 2023 دو دفعه ماه اپریل و ماه سپتامبر مقامات امنیتی تاجیکستان از بی‌ضرر کردن جنگجویان انصارالله که گفته میشد از خاک افغانستان وارد قلمرو تاجیکستان شدند خبر داده بود. جماعت انصارالله که در تاجیکستان سازمان تروریستی شناخته شده است، در افغانستان تشکیل یافته اساساً جنگیان زاده تاجیکستان را متحد میکند. روزنامه اشت صبح همچنین خبر داده است که شماره زیاد جنگجویان از آسیای مرکزی با خانواده‌های خود در افغانستان زیر چتر طالبان حضور دارند و حدود 300 خانواده اعضای گروه حرکت اسلامی ازبکستان و انصارالله در شمال و شرق افغانستان زندگی و فعالیت دارند.